суд حکم کرد. دودربیکوف محمد جان حسینویچ در صادر کردن جنایت با مده‌های 165 قسم 1 ماده 339 قسم 1 ماده 32 قسم 3 ماده 244 قسم 2 بندهای A B ماده 244 قسم 4 بند B کد جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شود. با دودربیکوف محمد جان با ماده 165 قسم 1 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان جزای محکوم ساختن از آزادی به مهلت 1 سال با ماده 339 قسم 1 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان جریمه به اندازه 100 نشان دهنده برای اصلاح با ماده 32 قسم 3 ماده 244 قسم 2 بندهای A B کد جنایتی جمهوری تاجیکستان محکوم ساختن از آزادی به مهلت 2 سال و با ماده 244 قسم 2 بند B کد جنایتی جمهوری تاجیکستان به مهلت 9 سال جزا تعیین کرده شود. بعد دودربیکوف محمد جان با دسترسی ماده 67 قسم 3 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان تعیین جزا برای مجموع جنایت‌ها با راه قسماً ضم کردن جزاهای تعیین شده جزای نهایی محروم ساختن از آزادی به مهلت 10 سال با ادا نمودن جزا در کلانی‌های اصلاحی دارای نظامش پرزور تعیین کردن جزای تعیین گردیده جریمه به اندازه 100 نشان دهنده برای اصلاح‌ها علاوه اجرا کرده شود.